درود بر شما. به کانال چتر سفید خوش آمدین. قبل از شروع یادت نره که لایک کنی، سابسکرایب کنی و نظرتو در کامنت ها بنویسی. 48 قانون قدرت، اثر رابرت گرین، راوی محمد مرادپور. کتاب راجع به چیه؟ سازوکار قدرت در زندگی رو بهت نشون میده. وقتی بچه هستی پا گذاشتن به مدرسه ابتدایی کمی شوکه کننده است. اگه با یه پدر و مادر با وجدان بزرگ شده باشی و هر چیزی رو که درباره صداقت و انصاف بهت گفته باشن باور کرده باشی، احتمالش هست که وقتی با همکلاسیای جدید دمخور شدی در مورد آموزهات دچار سردرگمی بشی. ممکنه توی مدرسه با چیزی خلاف آموزه های والدینت روبرو بشی و مثلا به این برسی که انصاف و عدالت فقط برای بازنده ها و بی‌عرضه هاست. واقعیت اینه که تلاش همیشگی برای رعایت اعتدال و انصاف میتونه مانع از موفقیت بشه. اگه یه مدیر یا سیاستمدار باشی احتمالاً این واقعیت رو از قبل میدونی. با این حال خیلی از مردم و شاید خود تو از کنار این قضیه خیلی ساده عبور میکنن. منم یه زمانی مثل تو بودم، اما تصمیم گرفتم که تاریخچه و سازوکار قدرت رو خوب بررسی کنم تا همه چیز رو درباره‌اش یاد بگیرم و بدونم که چطوری به دستش بیارم، ازش استفاده کنم و اگه ازش سوء استفاده شد بتونم ازش دفاع کنم. دست آخر به 48 قانون خیلی بزرگ و مهم درباره قدرت رسیدم و توی این خلاصه کتاب روی 7 تا از مفیدتریناش تمرکز کردم. راستی یادم رفت که خودم رو معرفی کنم. من رابرت گرین، نویسنده این کتاب و چندین کتاب پرفروش دیگه هستم. درخشش تو باعث نمیشه که توی دل رئیست جا باز کنی. برای این کار باید کاری کنی که رئیست بتونه بدرخشه. تا حالا سعی کردی که رئیست رو تحت تأثیر قرار بدی و بعدش شکست بخوری؟ خب اگه همیشه در تحت تأثیر قرار دادن آدمایی که توی موضع قدرت هستن شکست میخوری، احتمالاً به خاطر اینه که ازشون جلو میزنی و قدرت اونا رو زیر سایه کار خودت قرار میدی. به طور کلی آدمای قدرتمند دلشون میخواد که مرکز توجه باشن. اگه خیلی تلاش کنی تا تحت تأثیر قرارشون بدی، ممکنه توجه ها رو از اونا به سمت خودت بکشونی و با این کار به غرورشون ضربه بزنی. با این حال بدتر از اون وقتیه که کاری کنی تا خودت رو برتر از اونا نشون بدی. یعنی حرکتی کنی که باعث بشه رئیست به تو به عنوان یه تهدید برای موقعیت خودش نگاه کنه و در نتیجه ازت بخواد که از شرکت بری. رابطه بین لویی 14 پادشاه فرانسه و نیکولاس فوکت وزیر امور مالی کشور رو در نظر بگیر. فوکت یه مشاور باهوش و وفادار بود که پادشاه بدون مشورت باهاش حتی یه لیوان آبم نمیخورد. اما این موضوع باعث نشد که وقتی نخست وزیر فوت کرد، فوکت بلافاصله جایگزینش بشه. وزیر امور مالی برای به دست آوردن توجه و لطف پادشاه یه مهمونی سخاوتمندانه توی کاخ شدیداً مجهزش برگزار کرد تا به پادشاه نشون بده که چه ارتباطات و نفوذ خوبی داره. روز بعد فوکت به دستور پادشاه دستگیر شد. شاه که احساس میکرد که قدرتش زیر سایه نفوذ فوکت قرار گرفته، وزیر رو با شک و تردید به دزدی برای جمع کردن همچین ثروت عظیمی متهم کرد و فوکت بیچاره رو برای بقیه عمرش به زندان فرستاد تا آب خنک بخوره. این داستان به وضوح نشون میده که برای نفوذ روی رئیس چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. اما سوال اینجاست که چجوری میتونی دل رئیسمون رو به دست بیاری؟ یه استراتژی بهتر اینه که همیشه کاری کنی تا بالا دستیت باهوشتر از بقیه و حتی خودت به نظر برسه. مثلا گالیله، منجم و ریاضیدان معروف، برای انجام تحقیقاتش شدیداً به کمک مالی نیاز داشت و بالاخره یه فکر بکر برای پول درآوردن به سرش زد. وقتی اون توی سال 1610 4 قمر سیاره مشتری رو کشف کرد، کاری کرد که کشفش به اسم پادشاه کوزیمو دمیدچی دوم تموم بشه. شاید بپرسی چطوری این کار رو کرد؟ باید بگم که گالیله توی یه عمل زیرکانه گفت که 4 قمر سیاره مشتری نشون دهنده کوزیموی دوم و 3 برادرش هستن. از طرفی خود سیاره مشتری رو با کوزیموی اول، یعنی پدر این 4 برادر، یکی دونست. گالیله به خاطر این زیرکی فیلسوف و ریاضیدان رسمی کوزیموی دوم شد. کار بقیه رو به نام خودت تموم کن و کار خودت رو بپا. تا حالا شده با یه حرکت هوشمندانه کاری رو که دیگران مدعی انجام دادنش بودن به اسم خودت تموم کنی؟ تا حالا توی امتحان ریاضی با زیرکی از روی برگه همکلاسیت تقلب کردی؟ شاید آره، شاید هم نه.
اما حقیقت اینه که به دست آوردن قدرت اغلب اوقات یعنی استفاده از کار دیگران به نفع خودت. اصلا اگه یه نفر دیگه میتونه اون کار رو برات انجام بده، چرا تو انرژیت رو برای انجام دادنش هدر بدی؟ مثلا میدونستی که نیکولا تسلا دانشمند صربستانی برای توماس ادیسون مخترع معروف کار میکرد؟ و در واقع نفر اصلی که دینام معروف ادیسون رو ساخت تسلا بود، نه خود توماس ادیسون. اون موقع تسلا این کار رو با بهبود طراحی نسبتاً ابتدایی ادیسون انجام داد. تسلا برای این کشف 1 سال بیوقفه و اغلب روزها هم روزی 18 ساعت توی آزمایشگاه کار کرد. اما در حال حاضر این اسم ادیسونه که روی دینام برق گذاشته شده. از زمان ادیسون تا الان اوضاع تغییر زیادی نکرده. فقط کافیه به این موضوع فکر کنی که بعضی از سیاستمدارا چطوری سخنرانیاشون رو می‌نویسن و رمان نویس‌های معروف چطوری بعضی از جملاتشون رو از بقیه نویسنده‌ها قرض می‌گیرن. حتی پیکاسو، نقاش معروف اسپانیایی، درباره این موضوع جمله معروف داره: هنرمندان بد کپی میکنند اما هنرمندان خوب میدزدند. با این حال برداشت کردن مزایای کاری که دیگران انجام دادن کافی نیست. تو باید اعتبارش رو هم به نام خودت تموم کنی. مثلا ادیسون و شرکتش همه اعتبار کار تسلا روی دینام رو به نام خودشون تموم کردن. با اینکه ادیسون به تسلا قول $50,000 پول داده بود، حتی 1 ریال هم از سود دینام با تسلا تقسیم نکرد. خب این تجربه تسلا رو توی ذهنت داشته باش و یادت باشه که ثبت اعتبار یه اختراع یا ابداع درست به اندازه خود اون نوآوری مهم و ضروریه. اگه تو برای ثبت اختراع به نام خودت ادعا نکنی، یکی دیگه میپره وسط، ایدت و همه اعتباری رو که همراهش میاد میدزده. برای اینکه به قدرتی بالاتر از یه نفر دست پیدا کنی، باید خوب بشناسیش و بهترین راه برای انجام این کار اینه که خودت رو دوستش نشون بدی. شاید تا به حال با این مشکل روبرو شده باشی که به شدت دلت میخواد توی یه رقابت جلو بیفتی، اما نمیتونی اوضاع رو طوری مدیریت کنی که به درستی استراتژی‌های رقابت رو پیش بینی کنی. توی این شرایط چطوری باید اوضاع رو حل و فصل کنی؟ یکی دیگه از حقه‌های به دست آوردن قدرت، جمع کردن اطلاعات درباره آدمایی که میخوای کنترلشون کنی و برای اینکه از کسی اطلاعات بیرون بکشی باید خوب بشناسیش. به طور کلی فهمیدن برنامه‌های یه نفر، نقاط ضعف و آرزوهاش هم بهت کمک میکنه که دلش رو به دست بیاری و هم بتونی به اقداماتشون جهت بدی. جوزف دوین، تاجر آثار هنری رو در نظر بگیر، کسی که توی سال 1920 تونست اعتماد اندرو ملون کارخونه‌دار رو به عنوان یه مشتری جلب کنه. اما ملون آدمی نبود که به این سادگی قانع بشه. بنابراین دوین تصمیم گرفت که به کارمندای ملون رشوه بده تا یه سری اطلاعات مخفیانه درباره کارفرماشون بهش بدن. وقتی کارخونه‌دار به لندن سفر کرد، دوین دنبالش رفت. تاجر قصه ما هم مثلا کاملا تصادفی و شانسی به همون گالری هنری رفت که ملون میرفت و اینطوری شد که تونست سر یه صحبت درست و حسابی رو باهاش باز کنه. از اونجا که دوین اطلاعات زیادی درباره علایق ملون داشت، خیلی راحت تونست توجهش رو جلب کنه. به نظرت چطوری این کار رو کرد؟ جواب اینه: اون کاری کرد تا ملون باور کنه که اونا علاوه بر چیزهای دیگه توی هنر هم سلیقه‌های مشترکی دارن. در نتیجه این ملاقات عاقبت خوبی داشت و یه مدت بعد ملون بهترین مشتری دوین شد. خب حالا اگه به این فکر میکنی که تو چطوری میتونی کاری رو انجام بدی که دوین کرد، بقیه مطلب رو گوش کن تا بهت بگم. تو میتونی یه مخبر استخدام کنی یا حتی بهتر از اون خودت مثل یه جاسوس عمل کنی و خودت رو دوست طرف جا بزنی. با وجود اینکه اکثر آدما مثل دوین گزینه استخدام جاسوس رو انتخاب میکنن، اما این استراتژی یه کمی ریسک داره. هر چی که باشه، تو نمیتونی مطمئن بشی که جاسوس استخدامیت باهات کاملا صادقه یا نه. برای اینکه مطمئن بشی اطلاعاتت صحیح هستن، بهترین راه اینه که خودت جاسوسی کنی. این کار اصلا آسون نیست، چون معمولا آدما نسبت به درمیون گذاشتن اطلاعات شخصیشون با غریبه ها تردید دارن. هرچند وقتی اونا یه نفر رو توی سازمان دوست خودشون بدونن، دیگه خیلی مخفی کاری نمی کنن و همین باعث میشه که استراتژی جا زدن خودت به عنوان یه دوست خیلی مؤثر از آب در بیاد. برای اینکه رقیبت رو گیج کنی، غیر قابل پیش بینی رفتار کن. احتمالاً میدونی که اکثر آدما از تغییرهای یهویی خوششون نمیاد.
اما از این موضوع هم خبر داری که میتونی از ویژگی غیرقابل پیشبینی بودن برای پیشی گرفتن از رقبات استفاده کنی. غیرقابل پیشبینی عمل کردن میتونه رقابت رو به نفع تو تموم کنه. من بهت میگم چطوری. حریفای تو توی رقابت‌ها شدیداً تلاش میکنن تا از عادت‌ها و تصمیم گیریات سر در بیارن و بدون شک از این اطلاعات علیه خودت استفاده میکنن. توی همچین موقعیتی بهترین حرکت اینه که نامنظم و بدون قاعده حرکت کنی. غیر قابل پیش بینی بودن باعث میشه رقبات حرکاتت رو درک نکنند و همین مسئله اونا رو میترسونه و میره روی اعصابشون. مسابقه معروف شطرنج بین بابی فیشر و قهرمان روسی بوریس اسپاسکی رو که توی سال 1972 اتفاق افتاد در نظر بگیر. فیشر میدونست که تکنیک اسپاسکی اینه که حرکت‌های قابل پیشبینی و همیشگی حریفش رو هدف قرار بده و به خاطر همین از این اطلاعات استفاده کرد و تا اونجا که میتونست غیر قابل پیشبینی بازی کرد تا از اسپاسکی جلو بیفته. فیشر حتی تا چند روز قبل از شروع مسابقه تصمیم قطعیش رو اعلام نکرد که به شهر ریکیاویک که محل مسابقه بود میرسه یا نه و دست آخر هم درست چند لحظه قبل از این رسید که نزدیک بود به خاطر غیبتش مسابقه لغو بشه. فیشر بعد از این شیرینکاری شروع کرد به غر زدن درباره همه چیز، از نورپردازی محیط گرفته تا صندلی‌ها و سر و صدای توی اتاق. وقتی بالاخره اولین مسابقه تورنمنت برگزار شد، فیشر چند تا اشتباه نسنجیده کرد و بعدش تسلیم شد. این حرکت از فیشر بعید بود، چون همه اون رو به خاطر ایستادگیش میشناختن. اسپاسکی نمیدونست که فیشر واقعا داره اشتباه میکنه یا داره بلوف میزنه. اینجا بود که فیشر اسپاسکی رو به جایی رسوند که خودش میخواست. وقتی حریف به اندازه کافی گیج شده، اون وقته که توی موقعیت برنده قرار گرفتی. الان بهت میگم که دلیلش چیه. انجام دادن کارهایی که حریفت رو گیج میکنه باعث میشه که اون سعی کنه رفتارت رو برای خودش توضیح بده و همین باعث میشه که حواسش از کاری که خودش داره انجام میده پرت بشه و شانس جلو افتادن به تو رو کنه. بنابراین فیشر بعد از 2 تا بازی شطرنج شروع کرد به انجام حرکت‌های خفن و یکی یکی بازی‌ها رو برد. وقتی مسابقه تموم شد، اسپاسکی بازی رو واگذار کرد و فیشر قهرمان دنیا شد. تسلیم شدن در مقابل یه حریف غریبه بهت کمک میکنه تا کاملا قدرت رو توی مشتت بگیری. تا حالا شده در مقابل کسی که فکر میکردی امکان نداره شکستش بدی برنده بشی؟ با وجود اینکه اکثر آدما برای به دست آوردن یه افتخار دور از ذهن و بعید میجنگن، اما مسیر رسیدن به قدرت این نیست. بنابراین وقتی با حریفی روبرو شدی که از تو قدرتمندتره، باید چیکار کنی؟ تسلیم شو. ممکنه این استراتژی به نظرت عجیب بیاد، به خصوص از اونجا که بشر به طور غریزی برای مراقبت از خودش با دشمنش مبارزه میکنه. اما وقتی یه حریف خصمانه رفتار میکنه، انتظار داره که تو هم همینطوری واکنش نشون بدی. در صورتی که میدونی توی رقابت میبازی، بهترین حرکت اینه که دقیقاً واکنشی متفاوت نشون بدی و تسلیم بشی. حالا چرا باید این کار رو انجام بدی؟ اگه تسلیم بشی یا حداقل دشمنت رو قانع کنی که تسلیم شدی، میتونی مطمئن باشی که دشمن آسیب زیادی بهت نمیرسونه. موضوع فقط این نیست، بلکه از طرفی حریفت فکر میکنه برنده شده و به خاطر همین دیگه علیه جبهه نمیگیره. وقتی این کار رو انجام بده، اون وقت تو یه فرصت طلایی داری تا قدرتت رو دوباره به دست بیاری و برای حرکت بعدیت برنامه ریزی کنی. برتولت برشت، نویسنده ایده های انقلابی و کمونیستی رو در نظر بگیر، کسی که توی سال 1941 به ایالات متحده مهاجرت کرد تا به بقیه روشنفکرایی بپیونده که از اروپا تبعید شده بودند. برشت و همفکرانش بعد از جنگ جهانی دوم به کنگره آمریکا احضار شدند، چون کنگره به نفوذ احتمالی یک گروه از کمونیست‌ها به هالیوود شک کرده بود و داشت این مسئله رو بررسی می‌کرد. با وجود اینکه دوستای افراطی برشت آشوب به پا کردن و با داد و فریاد به مقامات کنگره اعتراض کردن و باهاشون همکاری نکردن، خود برشت آروم و مؤدبانه به سوالاتی که ازش میپرسیدن جواب میداد. دولت برشت رو به خاطر رفتار مناسبش آزاد کرد و حتی پیشنهاد کرد که توی روند مهاجرتش بهش کمک کنه. هرچند پیشنهادشون چندان بجا نبود، چون برشت از آمریکا نرفت و همونجا به نوشتن در مورد باورهای قاطعانه‌اش ادامه داد. لابد میپرسی که چه بلایی سر دوستای لجباز برشت اومد. اونا توی فهرست سیاه دولت قرار گرفتن و تا سالها نتونستن هیچ دست‌نوشته‌ای از خودشون منتشر کنن. با توجه به این داستان میشه به این نتیجه گیری رسید که باید همون کاری رو انجام بدی که برشت انجام داد و تسلیم شدن رو به ابزاری برای قدرتمند کردن خودت تبدیل کنی.
به جای اینکه برای یه افتخار کوتاه مدت فداکاریای بزرگ کنی، خودت رو برای آینده قدرتمند کن. اگه میخوای مثل یه مافوق باهات برخورد کنن، باید خودت هم مثل یکی از همونا رفتار کنی. آیا توی سلسله مراتب مدیریتی از بقیه بالاتری؟ اگه همینطوره، باید نقشت رو خوب بازی کنی. مگه اینکه ترجیح بدی که تو رو هم مثل خودشون ببینن. اما بذار یه هشدار بهت بدم. وقتی جایگاهی بالاتر از بقیه داری و در عین حال میخوای طوری رفتار کنی که انگار با اونا برابری، انگار داری تحقیرشون میکنی. لویی فیلیپ پادشاه فرانسه رو در نظر بگیر. اون مراسم سلطنتی و همه نمادهای مربوط به تاج و تخت رو تحقیر میکرد. میگن که لویی فیلیپ برای سرپیچی از تشریفات جایگاهش به جای تاج یک کلاه خاکستری رو سرش میذاشت و به جای عصای سلطنتی هم یه چتر دستش میگرفت. در حقیقت اون حتی دوستایی از طبقه اشراف نداشت و اکثر دوستاش از بین بانکدارا بودن. با این حال رفتار پادشاه هیچ منفعتی براش نداشت. بعد از یه مدت هم آدمای فقیر و هم اشراف ازش متنفر شدن. ثروتمندا پادشاه رو نالایق میدونستن و تاییدش نمیکردن و فقرا هم پادشاهی رو که مثل طبقه پایین جامعه رفتار میکرد اما حواسش بهشون نبود دوست نداشتن. حتی دوستای بانکدارش هم وقتی فهمیدن که میتونن بدون ترس از مجازات شدن به پادشاه توهین کنن بهش پشت کردن. این نفرت‌ها ادامه داشت تا اینکه مردم علیهش قیام کردن و اون مجبور شد که تاج و تخت رو تسلیم کنه. به طور کلی آدما به بالادستی هایی که طوری رفتار میکنن که انگار باهاشون برابر هستن مشکوک میشن. همچین کاری باعث میشه که آدما فکر کنن تو باهاشون صادق نیستی، چون اینطوری فرض میکنن که رفتارهای متواضعانت یه سری حقه های موذیانه هستن که برات سود دارن. خب حالا بیا ببینیم که تاکتیک بهتر چیه. تو باید در عوض از استراتژی تاج استفاده کنی تا کاری کنی که آدما مثل یکی از اعضای خانواده سلطنتی باهات رفتار کنن. اگه بخوام ساده تر بگم، اینجوریه که اگه تو باور داشته باشی که بالاتر از بقیه هستی و رفتارت هم همین رو نشون بده، بقیه هم این مسئله رو باور میکنن. وقتی آدما میبینن که تو داری مثل یه مافوق رفتار میکنی، اینطوری فرض میکنن که حتما دلیل خوبی برای انجام این کار داری. مثلا کریستوفر کلمب مثل یک خاندان سلطنتی رفتار میکرد و در نتیجه اکثر آدما هم با همین دید بهش نگاه کردن. در حقیقت اعتماد به نفس کریستوفر کلمب توی ارتباط برقرار کردن با خانواده سلطنتی اسپانیا بود که کم کم سلطنت اسپانیا رو قانع کرد که از سفر ماجراجویانش حمایت مالی کنن. برای به دست آوردن قدرت، فریب دادن بهتر از اجبار جواب میده. خودت رو به جای چوکو لیانگ، مدیر استراتژی استان باستانی چین یعنی شو، تصور کن. فکر کن که پادشاهی به نام منگ هو در همسایگی جنوب علیه چین اعلام جنگ کرده و الان دیگه تویی که باید جلوش رو بگیری و کشور رو نجات بدی. با این حال قبل از اینکه بفهمی باید چی کار کنی، باید بدونی که چی کار نباید انجام بدی. قبل از هر چیز باید بدونی که استفاده از زور و تاکتیک‌های اجباری هیچ وقت هوشمندانه نیست، حتی وقتی که آسون‌ترین انتخاب باشه. در حقیقت اگه تو قدرتت رو به کار بگیری، آدما مخفیانه ازت خشمگین میشن، چون زور و اجبار باعث ایجاد مقاومت میشه. لیانگ این موضوع رو میدونست و با اینکه احتمالاً میتونست ارتش متجاوز رو شکست بده، با زور حمله نکرد. هرچند اگه این کار رو انجام میداد، مونگ هو هم نسبت به چین کینه به دل میگرفت و باید همیشه حواسش رو به حمله های بعدی مونگ هو جمع میکرد. این مسئله همه رو خسته میکرد و باعث پارانویای مردم میشد. استراتژی بهتر و جایگزین کردن فریب دادن بود. آدما معمولاً تحت کنترل احساساتشون قرار میگیرن و اگه تو با احساساتشون بازی کنی، میتونی وادارشون کنی هر کاری رو که میخوای با اراده آزاد خودشون انجام بدن. تو میتونی این کار رو با تهدید حریفت انجام بدی، طوری که حریف انتظار داشته باشه درد و رنج به سراغش بیاد، اما بعدش یه مرتبه باهاش با محبت و مهربونی رفتار کنی. مثلا وقتی منگ هو به چین حمله کرد، لیانگ اون و کل ارتشش رو دستگیر کرد. منگ هو رو از سربازاش جدا کرد و اون انتظار داشت که بدترین بلاها رو سرش بیارن، اما در کمال تعجب با کلی غذای خوشمزه و شراب لذیذ روبرو شد. لیام همه سربازای دشمن رو آزاد کرد، اما به خود منگ هو با این شرط اجازه آزادی داد که قول بده دفعه دیگه که دستگیر شد به پادشاه چین تعظیم کنه. لیانگ چند بار دیگه هم منگ هو رو دستگیر کرد و هر بار اجازه داد که بره. بالاخره منگ هو بعد از 7مین باری که دستگیر شد،
به پای لیانگ افتاد و خودش و پادشاهیش رو تسلیمش کرد. لیانگ میتونست منگهو رو موقع دستگیری بکشه. این نکته رو خود پادشاه دشمن هم میدونست. اما در عوض لیانگ چندین بار بهش شانس آزادی داد و هر بار باهاش خوب برخورد کرد. در نتیجه منگهو کم کم قدردان و مدیون پادشاه چین شد تا اینکه بالاخره با اراده خودش تسلیم شد. حرف اصلی کتاب. خلاصه کتاب 48 قانون قدرت میخواد اینو بگه که توی تاریخ این قدرت و فتح بوده که به دنیا حکمرانی کرده. هرچند توی عصر مدرن تغییرات زیادی به وجود اومده، اما اهمیت کنترل و غلبه سر جای خودش باقیه. تو هم میتونی از شکست‌ها و پیروزی‌هایی که توی کشمکش‌های تاریخی برای به دست آوردن قدرت پیش اومده یاد بگیری و اینطوری خودت هم تبدیل به یه آدم قدرتمند بشی. سپاس که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو حتما بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشین و نظراتتون رو حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.